سلام دوستان، یوسفی هستم از سایت طرفزار. دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. از این جلسه قصد دارم آموزش نرم افزار ادوبی کامرا رو با همدیگه شروع کنیم و لحظات خوبی رو با همدیگه سپری کنیم و در نهایت امیدوارم این دوره برای دوستان مفید واقع بشه و نهایت استفاده رو بتونن از این دوره ببرن. جلسه قبل ادوبی کامرا رو با همدیگه نصب کردیم و از این جلسه قصد داریم اون رو اجرا بکنیم و با محیطش آشنا بشیم. درسته که نرم افزار کامرا با خودی خود نرم افزار به حساب میاد، ولی برای اجرای اون باید تصویر راه رو وارد فتوشاپ کنیم تا این نرم افزار اجرا شه. من فتوشاپ رو از قبل باز کردم. حالا طرز اجرای کامرا رو بهتون آموزش میدم. توجه بکنید، ما اگر فایلی در مای کامپیوتر هم باشه مستقیم بگیرم، درگ کنم و در محیط فتوشاپ باز کنم و به این شکل نرم افزار ادوبی کامرا برامون اجرا بشه، یا اینکه از منوی اوپن فایل‌های راه مورد نظر رو انتخاب بکنم و نرم افزار رو اجرا بکنم. توجه کنید، میتونم یک فایل رو انتخاب کنم یا چندین فایل رو همزمان انتخاب بکنم، اوپن رو بزنم و قبل از اینکه وارد فتوشاپ بشه نرم افزار ادوبی کامرا برامون اجرا میشه و تمام عکس هایی که لود کردیم اینجا برامون اضافه میشه. هر کدوم رو که بخوایم میتونیم انتخاب کنیم، ویرایش مورد نظر رو روی این عکس اعمال بکنیم و اوپن رو بزنیم تا وارد فتوشاپ بشه. همه اینا رو تک به تک در جلسه‌های مختص خودش آموزش میدیم، ولی به خاطر توانایی‌های قابل توجهی که کامرا را داره، شرکت ادوبی از ورژن CC به بعد این امکان رو در اختیار کاربران گذاشت که از ادوبی کامرا را برای اصلاح تصاویر غیر راه هم استفاده کنیم. به این شکل که اول عکس رو با هر پسوندی که باشه وارد فتوشاپ می‌کنیم و بعد از منوی فیلتر کامرا را فیلتر رو انتخاب بکنیم و دوباره وارد محیط ادوبی کامرا بشیم و تمام کارهایی که قصد داریم انجام بدیم رو اصلاحات لازم رو انجام بدیم و دوباره اوکی رو بزنیم تا روی عکسمون اعمال بشه. توجه کنید دوستان، اگر ما عکسی رو به صورت اسمارت آبجکت وارد کردیم، الان توجه کنید من این عکس رو که وارد فتوشاپ کردم اینجا به شکل بک‌گراند وارد شده و دیگه خاصیت راه بودنش رو از دست داد. ترجیحاً در جلسه مختص خودش اون رو بهتون آموزش میدم، ولی الان فقط محض اطلاع میخوام بگم. توجه بکنید، اگر من دوباره اوپن رو انتخاب بکنم، یه فایل راه دیگه رو انتخاب بکنم و اوپن رو بزنم، اگر شیفت رو بگیرم این اوپن میشه اوپن آبجکت. توجه بکنید، اوپن آبجکت. من اوپن آبجکت رو میزنم. الان توجه کنید، این تصویر به صورت اسمارت آبجکت برام وارد شد که هر موقعی بخوام دوباره این عکس رو در نرم افزار ادوبی کامرا را لود بکنم و تغییرات لازم رو انجام بدم، مثلا من تغییراتی در عکس دادم، بعد متوجه شدم که قصد دارم این تغییرات رو اضافه یا کم بکنم، میتونم دوباره روی این آیکون دبل کلیک بکنم و دوباره همین عکس با همون تنظیمات قبلی در نرم افزار ادوبی کامرا را باز میشه تا تغییرات لازم رو اعمال بکنم و دوباره اوکی رو بزنم. در ورژن های قدیمی تر ما میتونستیم فقط عکس های راه رو اصلاح بکنیم و وارد فتوشاپ بکنیم، ولی از ورژن های جدیدتر این امکان به ادوبی کامرا را اضافه شده که اگر شما هر تغییراتی در عکس دادید و قصد دارید اون رو به صورت یک عکس با فرمت خاص، با استاندارد خاص، مثلا JPEG باشه، تیف باشه، PNG باشه یا هر فرمت دیگه، میتونید قبل از اینکه وارد فتوشاپ کنید یا بدون نیاز به فتوشاپ از این قسمت اون رو ذخیره بکنید و در هارد دیسکتون اون رو داشته باشید که در جلسه مختص خودش این مسئله رو هم بهتون آموزش میدیم. برای این جلسه فعلا کافیه. از جلسه آینده با محیط نرم افزار آشنا میشیم. تک تک قسمت‌های مختلف این نرم افزار رو بهتون آموزش میدم تا بدونید از هر قسمت چطور میشه استفاده کرد. پس تا جلسه آینده، خدا نگهدار.